اگه صبحان شبیه یه نبرد خسته کننده است، نه شروع یک پیروزی. این ویدیو دقیقاً برای توه. چون من دقیقاً مثل تو بودم. دیر بیدار می شدم، ذهنم گیج و کسل بود، هیچ کاری پیش نمی رفت و تا شب فقط احساس گناه داشتم. ما فکر می کنیم زندگیمون با تصمیم‌های بزرگ تغییر میکنه. ولی واقعیت اینه که آینده‌مون تو صبح‌ها دفنه. توی اون چند دقیقه‌ای که بیدار میشی، یا به خودت احترام میذاری یا خودتو تحقیر میکنی. ولی وقتی این 10 کار رو یکی یکی وارد صبحام کردم، همه چیز تغییر کرد. قول میدم اگه این 10 تا کار رو جدی بگیری و اول صبح انجام بدی، نه تنها صبحات، بلکه کل روزت متحول میشه. 1. بیدار شدن بدون چک کردن گوشی. من بیدار میشدم و دستم ناخودآگاه میرفت سمت گوشی. قبل از اینکه حتی بدونم چند سالمه یا الان کجام، اینستاگرام، واتساپ، نوتیفیکیشن، پیام، اخبار، ترند و بعدش یه حس خفیف اضطراب، یه احساس مقایسه، یه احساس شکست خورده بودن قبل از شروع روز. یه بار خودم رو زیر نظر گرفتم. از وقتی بیدار شدم تا وقتی از تخت بلند شدم، 27 دقیقه گوشی دستم بود. 27 دقیقه خالص از دست دادن تمرکز، عزت نفس و آرامش. و جالب اینجاست، حتی یه چیز مفیدم توش نبود. فقط یه عالمه نویز. از اون روز یه تصمیم گرفتم. یه ساعت زنگدار ساده خریدم. نه اسمارت، نه خاص. و اولین 15 دقیقه روز رو تبدیل کردم به سکوت شخصی. فقط خودم، افکارم و فضای خالی بینشون. این 15 دقیقه شد مقدس‌ترین بخش روزم. وقتی روزتو با صدای بقیه شروع می‌کنی، دیگه صدای خودتو نمیشنوی. ولی اگه با خودت شروع کنی، جهان صبر میکنه تا تو آماده باشی. 2. نوشیدن 1 لیوان آب. درمانگر ساده‌ای که زیر بیلیم پنهان بود. 50 تا اپ برای تمرکز دانلود کردم. کلی مکمل خوردم. قهوه پشت قهوه. ولی همیشه صبح یه جور خستگی تو بدنم بود که ولکن نبود. تا اینکه یه روز یه جمله از یه مربی سلامت شنیدم. تو نمیتونی از مغزت انتظار معجزه داشته باشی وقتی بدنتو مثل کشتی خشک بدون باد حرکت میدی. من فقط آب نمیخوردم و نمیدونستم این بزرگترین خیانتیه که به ذهن و جسمم میکنم. از اون روز تصمیم گرفتم اولین کاری که بعد از بیداری انجام میدم نوشیدن 1 لیوان آبه. نه قهوه، نه چک کردن گوشی، نه حتی حرف زدن. فقط 1 لیوان آب. گاهی با لیمو، گاهی با چند دونه نمک دریا. یه نوشیدنی ساده، ولی در اصل یه سیگنال به بدنم. تو مهمی، من بهت توجه دارم. در عرض چند روز انرژی صبحگاهیم برگشت. ذهنم شفافتر شد. 3. کشش و نرمش ساده. زنده کردن بدن مرده قبل از دویدن تو زندگی. تا حالا بدن یه گربه رو وقتی بیدار میشه دیدی؟ قبل از اینکه راه بره خودشو تا جایی که میتونه میکشه. انگار داره به ستون فقراتش میگه سلام رفیق، بیدار شو، یه روز تازه داریم. ولی ما انسان‌ها چی؟ بیدار میشیم و همون لحظه گوشی دست، پشت میز یا بدتر، عجله برای بیرون زدن. من یه مدت بدنم همیشه درد میکرد. احساس میکردم سنگینم. نه به خاطر غذا یا چربی. به خاطر اینکه بدنم هنوز بیدار نشده بود ولی من مجبورش میکردم کار کنه. یه روز یه ویدیوی یوگا دیدم. نه حرکات عجیب و غریب. فقط 5 دقیقه کشش ساده. دستها بالا، بازوها کشیده، کمر خم، گردن چرخش. همون روز حس کردم انرژی بدنم فرق کرده. انگار عضلاتم دارن نفس میکشن. انگار خون داره پمپاژ میشه، نه فقط تو قلب، بلکه تو ارادم. از اون روز فهمیدم قبل از اینکه بخوای ذهن خلاقی داشته باشی، بدن زنده لازم داری. و برای زنده کردن بدن فقط 5 دقیقه وقت میخواد. ولی یه روز کامل انرژی میده. 4. نوشتن 3 نکته‌ای که بابتشون شکرگزارم. ذهنی که قدردانه کمتر میترسه. من آدمی بودم که صبحها با فکر بدهی‌ها، کارهای عقب افتاده، آدمایی که اذیتم کرده بودن از خواب بیدار میشدم. انگار مغزم یه دستگاه اخطار بود که فقط خطر نشون میداد. تا اینکه یه جمله ساده از زبون یه مربی ذهن آگاهی شنیدم. مغز ما همیشه چیزایی رو میبینه که دنبالش میگرده.
اگه دنبال خطر باشی، خطر میبینی. اگه دنبال نعمت باشی، نعمت پیدا میکنی. اون شب یه دفترچه کنار تختم گذاشتم. صبح که بیدار شدم فقط نوشتم امروز سالمم، یه خونه دارم، یه آدم تو زندگیم هست که واقعاً دوستم داره. همین 3 خط ساده یه موج عجیب از آرامش و انگیزه ریخت تو جونم. انگار یادم اومد که همه چی انقدر بد هم نیست. انگار داشتم دیدم رو عوض می‌کردم و واقعاً همون شد. از اون روز هر صبح 3 تا نعمت می‌نویسم. نه کار عجیبیه، نه وقت زیادی میبره، ولی اثرش روی نگاه من به دنیا فوق‌العاده است. وقتی شکر می‌کنی، مغزت باور می‌کنه تو در امنیتی و وقتی در امنیت باشی، جسارت رو شروع می‌کنی. 5. تعیین فقط یک اولویت اصلی برای امروز. قهرمان‌ها فقط یک دشمن دارن، نه 1000 تا. روزایی بودن که 9 تا تسک برای انجام دادن داشتم. همه مهم، همه ضروری، همه پشت سر هم روی سرم آوار می شدن. و میدونی نتیجه چی بود؟ هیچ کدومشون رو کامل نمی کردم. احساس شکست، احساس آشفتگی، احساس من به درد نمی خورم. تا اینکه یه اصل طلایی یاد گرفتم. قوی‌ترین انسان‌ها اونهایین که میتونن انتخاب کنن. نه اونایی که همه چیزو انجام میدن. از اون روز تصمیم گرفتم فقط یه سوال از خودم بپرسم. اگه امروز فقط یه کارو میتونستم انجام بدم که شب موقع خواب از خودم راضی باشم، اون کار چیه؟ و همون یه کار میشه اولویت مطلق روزم. اگه اون رو انجام بدم، روزمو بردم. بقیه‌اش اگرم نشد، باز احساس پیشرفت دارم. زندگی هر روز یه میدون جنگه و اگه بخوای با 1000 دشمن بجنگی، هیچ کدومو نمیبری. ولی اگه تمرکز کنی فقط روی یه هدف مهم، اون روز برات معنی دار میشه. 6. 5 دقیقه تجسم هدف. قبل از دیدن با چشم، ببین با ذهنت. همه ما رویا داریم، هدف داریم. ولی مشکل اینه که اکثرمون نه میبینیمشون، نه لمسشون میکنیم. یه روز نشسته بودم و داشتم فکر میکردم چرا هیچ چیز جلو نمیره؟ چرا هر روز صبح حس میکنم این هدفها فقط توی ذهنم موندن؟ و جواب ساده بود. چون هیچ وقت بهشون زندگی ندادم. اون روز چشمامو بستم و برای اولین بار هدفم رو تصویر کردم. دیدم که دارم جلوی یه جمع بزرگ سخنرانی میکنم. حس کردم ضربان قلبمو، بوی سالن نور روی صورتم، صدای تشویق، حس غرور. همون لحظه فهمیدم ذهنم فرق نمیذاره بین واقعیت و تصور. و وقتی هر روز اون رویا رو ببینی، بدنت باورش میکنه و آروم آروم راهش رو پیدا میکنی. از اون به بعد هر روز فقط پاینالز چشمامو میبندم و خودمو در آینده‌ای که میخوام تصور میکنم. نه فقط با چشم، با تمام وجود. تصویر هدف مثل نقشه است. اگه نداشته باشیش فقط دور خودت میچرخی. ولی اگه هر روز تو ذهنت ببینیش، یه روز با چشمت میبینیش. 7. یادگیری کوتاه، زبان، مهارت یا نکته جدید. هر صبح فقط 10 دقیقه برای نسخه آینده من. صبح ذهنم مثل یه بوم سفیده. هنوز شلوغ نشده. هنوز با دغدغه ها و آدمای دیگه پر نشده. و من یاد گرفتم که اون لحظه ناب رو به خودم اختصاص بدم. به آیندم. نه با کارای بزرگ و سنگین. فقط با 10 دقیقه یادگیری. گاهی یه نکته از یه زبان جدید، گاهی مرور یه مهارت ریز، یا حتی یه پاراگراف از یه کتابی که روحمو میلرزونه. مهم نیست چی. مهم اینه که هر روز یه ذره بزرگتر میشم. اون 10 دقیقه ها شاید کوچیک به نظر برسن، ولی جمع شدنشون یه کوه از آگاهی میسازه. و من هر روز با افتخار دارم به اون کوه صعود میکنم. 8. انجام سخت ترین کار روز. اژدهایی که صبح شکار بشه دیگه عصر نمیسوزونه. همیشه یه کار هست که ازش میترسم. همون کاری که وقتی یادم میفته بدنم سفت میشه. ذهنم بهونه تراشی میکنه. ولی تجربه ثابت کرده اگه اون کارو صبح انجام بدم همه چیز بعدش آسونتر میشه.
اسمشو گذاشتم خوردن قورباغه. صبح که بیدار میشم میرم سراغ اون کار سخت. اگه تماس سخته میگیرم. اگه نوشتنه مینویسم. اگه تمرینه انجامش میدم. و بعدش یه حس رهایی، یه حس تسلط، یه حس قهرمان بودن. وقتی روز تو با فتح قله شروع میکنی دیگه سر و شیبیای بعدش ازت نمیترسونن. 9. پرهیز از عجله. ایجاد ریتم آرام صبحگاهی. مثل شروع موسیقی باید با سکوت و نظم باشه. قبلا صبحم پر از استرس بود. تا بیدار می شدم می دویدم، لباس می پوشیدم با استرس، صبحانه رو تون می خوردم یا اصلا نمی خوردم و طبیعیه اون روزا همیشه شلوغ، عصبی و ناهماهنگ بودن. تا اینکه یه روز تصمیم گرفتم صبحامو مثل یه سمفونی شروع کنم. آروم بیدار شم، آروم لباس بپوشم، به خودم احترام بذارم. صبحانه رو مثل یه آیین مقدس بخورم. نه با استرس، با آگاهی. اون آرامش صبحگاهی یه پیام پنهان به مغزه که میگه تو کنترلگری، نه اتفاقا، نه آدما، نه دنیا، فقط تو. صبحی که با عجله شروع نشه، شبی که با آرامش تموم میشه رو تضمین میکنه. 10. لبخند زدن به آینه. نمایشی که واقعی میشه. شاید مسخره به نظر بیاد، ولی وقتی جلوی آینه میایستم و به خودم لبخند میزنم، یه چیزی توی درونم روشن میشه. اولش مصنوعی بود، زورکی، ولی کم کم واقعی شد. یه لبخند کوچیک، یه چشمک به خودم، یه جمله ساده مثل تو امروز قراره بدرخشی. و تمام. اون لبخند شاید دنیا رو تغییر نده، ولی منو تغییر میده و همین کافیه که دنیای اطرافم فرق کنه. وقتی با لبخند به خودت سلام میکنی، انگار دنیام تصمیم میگیره با لبخند بهت جواب بده. بخش پایانی، هر کدوم از این 10 عادت ساده شاید در ظاهر چیز بزرگی نباشه، اما وقتی هر روز تکرارشون کنی، کم کم تبدیل میشی به نسخه‌ای از خودت که حتی خودت هم باور نمی‌کنی. یادت نره، پیشرفت واقعی توی عادتهای کوچیک و تکراریه، نه کارهای بزرگ و زود گذر. حالا نوبت توه. از بین این 10 کار فقط 3 مورد رو انتخاب کن و قول بده که از فردا صبح شروعشون کنی. ببین فقط تو 7 روز چه تغییری حس می‌کنی. بعد از اون 3 مورد دیگه همینطور ادامه بده تا همش رو انجام بده و بعد نتیجه عمل کردنش رو تو کامنت ها بگو تا دیگران هم از تأثیر اون با خبر شونه. کدومش رو فردا صبح شروع می‌کنی؟ تو صبحات رو چطور می‌سازی؟ منتظر کامنتات هستم. یادت نره، تو میتونی. فقط شروع کن. اگه از این ویدیو خوشت اومد، سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. لایک بزن چون واقعاً به دیده شدن ویدیو کمک میکنه. و حتماً با کسی که دوستش داری شیرش کن. شاید فقط همین ویدیو صبحای اون رو هم نجات بده.